بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. رجا در لغت به معنای امید، طمع، توقع، خوف و طرف میه، یعنی در لغت به معناهای مختلف استعمال میشه و در اصطلاح علمای اسلام در مورد رجا تعریف های مختلف دارن. بعضی ها میگن که تأمل الخیر و قرب وقوعه، یعنی آرزو کردن تأمل الخیر و قرب وقوعه. تأمل خیر یعنی آرزوی نیکی را میکنه، یک کس امید می داشته باشه و قریب بودن واقع شدن نظیره. اقسام رجا در قرآن عظیم الشان چند قسم است. یک بخشش رجای توحیدی اعتقادی هست. این قسم اگر اینی تقسیم بگیرین خوبتر است. رجای توحیدی اعتقادی هست. دومش رجای عادی طبیعی هست. بخش سومش رجای غیر مشروع هست. بخش چهارمش رجا در استعمال لغوی و زبانی هست و بخش پنجمش رجا در چی هست؟ در آخرت است. رجای اخروی یا امیدواری که بعضی کسا در آخرت میگن که یا لیته و اینی گپا. تقریبا این رجا هست در بخشای مختلف. در بخش اول رجا و امید توحیدی کدام یکی هست؟ رجای هست که انسان مسلمان در قلب خود به الله امیدوار می باشه به امرای خوف و محبت. به امرای خوف و محبت. این رجای توحیدی میگه که انسان مسلمان همیشه به رحمت الله متعال امیدوار می باشه. اگر در رجای توحیدی عمل کرد، امیدوار است که این عمل ما ان شاء الله به رحمت الله قبول شود. و اگر اشتباه کرد، غلطی کرد، باز به الله امیدوار است که الله متعال امی اشتباهی مرا، امی غلطی مرا ببخشه. پس این رجای توحیدی است که انسان مسلمان همیشه قلبش با خالق متعال می باشه. همیشه در امید چی می باشه؟ در امید قبول شدن عملش و معاف شدن گناهایش می باشه. این رجای توحیدی میگن. و هر مسلمان این در جمله عبادتهای قلبی هست. این رجا که هست در جمله عبادات قلبی هست. مثل که علامه ابن قیم رحمت الله علیه گفته بود که انسان مسلمان مثل چی است؟ مثل یک پرنده که سرش محبت می باشه، یک بالش خوف می باشه و یک بالش رجا و امید می باشه. چی معنای عبارت؟ که انسان مسلمان همیشه در قلب خود الله متعال با محبت عبادت میکنه، نه از روی کسالت و تنبلی، با محبت عبادت میکنه. و وقتی که الله متعال عبادت کرد، از الله در عین حال میترسه و به رحمت الله امیدوار می باشه. ایره رجای چی میگن؟ رجای توحیدی میگن. در سوره اسراء در آیت 57 قاری صاحب اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، سپاره 15 اسراء آیت 57. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. در سپاره 15 این سوره اسراء میگن و هم بنی اسرائیل. در آیت 57 الله متعال میگه که
اولای که آن مردم الذین کسانی هستند که یدعون پرستش میکنن. اینجا دعا به معنای چی است؟ پرستش است. عبادت میکنن، پرستش میکنن، دست دعا بلند میکنن. این مردم ها یبتغون الی ربهم الوسیله، اینا طلب میکنن به سوی ربشان یک وسیله را. ایهم اقرب، که کدام ایشان نزدیکتر باشه. و یرجون رحمته، و امیدواری از رحمت الله را میکنن. و یخافون عذابه، و از عذاب الله میترسن. ان عذاب ربک کان محذورا، یقینا که عذاب الله عذابی است که انسان باید از او حذر و ترس کنه. الذين یبتغون الی ربهم الوسیله، اینجا میگه انسان های مسلمان حقیقی چی میکنن؟ عبادت الله را میکنن. به الله چی میگیرن؟ وسیله میگیرن. آل وسیله چی هست که ما برای الله بگیریم؟ وسیله دو قسم است، یکی وسیله تکوینی هست، یکی وسیله تشریعی. وسیله تکوینی وسیله هست که در جهان الله متعال بر مخلوقات را تعیین کرده. مثلا من تشنه هستم، الله متعال کدام وسیله را بر ما داده هست تا که از تشنگی خود یعنی سیراب شوم؟ آب است. پس اینی آبی که من می نوشم، اینو خوب سعی کنین، بسم الله. این یک وسیله چی میگن؟ تکوینی میگن. وسیله چی میگن؟ تکوینی میگن. برای سیر شدن غذا را الله متعال، میوجات، سبزیجات، ترکاری‌ها، گوشت‌های حلال، این را الله متعال خلق کرده. این وسایل چی میگن؟ تکوینی میگن. پس ما مکلفیت داریم برای گرفتن ویتامین دی. الله متعال انرژی آفتاب است که در وجود انسان وقتی که این آفتاب تماس بکنه وجود انسان ویتامین دی تولید میکنه. این وسیله چی است؟ تکوینی هست. پس ما در وسایل تکوینی مکلفیت داریم، اگر خواسته باشیم یا نخواسته باشیم مجبور هستیم. وقتی که کافر هم تشنه باشه مجبور است آب بنوشه، مسلمان هم آب. این اجباری هست، دیگه کس اختیار نداره. یکی وسیله تشریعی هست. قسم دوم وسیله تشریعی چی است؟ که الله متعال به خاطر نجات انسان وسایل را تعیین کرده. مثلا یبتغون الی ربهم الوسیله. قرآن یک آیت قرآن، آیت دیگه قرآن تفسیر میکنه. امی وسیله را سوره العصر تفسیر میکنه. وسیله چی است؟ این در سوره العصر گفته شده است. والعصر ان الانسان لفی خسر. الله متعال میگه قسم از به عصر که انسان در زیان و نقصان است. الا الذین، مگر کسانی که 4 وسیله پیششان باشه. 4 وسیله. این 4 وسیله چی است؟ آمنو و عملوا الصالحات، اعمال صالحه. الا الذین، اول وسیله نجات چی است؟ ایمان است. دوم وسیله نجات چی است؟ اعمال صالحه هست. سوم وسیله نجات چی است؟ سوم وسیله نجات که است؟ دعوت به توحید است. و تواصوا بالحق. حق چی است؟ در قرآن حق گفته میشه یعنی توحید. 4م وسیله نجات چی هست؟ و تواصوا بالصبر، که مردم توصیه بکنی که در اطاعت ها صبر داشته باشن، یعنی عبادت اطاعت ها بکنن، در معصیت صبر داشته باشن، گناه نکنن، و در مصیبت ها صبر داشته باشن، جزا و فزع نکنن. پس وسیله نجات الله متعال وقتی که میگه اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله،
او خالقی که ما شما را میگه وسیله بگیرین، اینمی وسیله تشریعی هست. این حال کسی که وسیله تشریعی رو نمیفهمه، باز ای چی میکنه؟ ای باز میره وسایل دیگر رو میگیره. بعضی کسا پیش قبر میره، او رو وسیله خود میسازه. بعضی کسا پیش بت میره، او رو وسیله میسازه. الله او رو وسیله نگفته. الله نگفته که وقتی تو مشکل داشتی برو در قبر یک پیغمبر یا قبر یک شخصیت یا مجسمه یک شخصیت او رو وسیله بگیر. الله گفته که اینمی 4 وسیله هست. اگر این در نقصان زیان هستی، ایمان داشته باش، وسیله است. اعمال صالحیت وسیله نجاتت میشن. تواصل بالحقت وسیله نجات است. همین 4 چیز باید داشته باشی. در غیر از او در زیان و نقصان هستی. از او خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم ای چه قسم تفسیر میکنه؟ تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر قرآن به قول رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای دختر خود که دختر پیغمبر الله هست چی میگه؟ یا فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم، ای فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و سلم، اعملی لنفسکی، خودت بر خود عمل بکو. این لا اغنی عنک من الله شیئا، من نمیتونم که برای تو کدام منفعتی در راستا برسانم. اگر ایمان یک کس نداشته باشه، نوح علیه السلام برای بچه خود منفعت رسانده تانست؟ نه. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم برای کاکای خود میگفت که ای کاکای ما بگو لا اله الا الله، که وسیله چی تو شود؟ نجات تو شود. از این خاطر تمام تفاسیر علما را در این باره که من تحقیق کردم، چندین تفسیر دیدم، کلشان میگه که وسیله اعمال صالحه خود انسان است. وسیله چی است؟ اعمال صالحه خود انسان است. ایمان خود انسان است، توحید خود انسان است، اطاعت خود انسان است از احکام الله. این وسیله هست. اما بعضی کسایی که قرآن شناسی ندارن، درک درست از قرآن ندارن، باز اونا چی میکنن؟ شیطان برای اونا میگه که نه، به عوض ایمانداری برو شرک بکو. شرک میخوای وسیله نجات خود قرار بده. شرک وسیله نجات خود قرار میده. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله. یبتغون یعنی طلب میکنن به پروردگار خود وسیله. وسیله در دنیا هم اگر شما دیده باشین، ما 2 قسم شاگرد داریم. در پانتون وقتی که از شاگردای ما 2 قسم است. یک قسم شاگردا هستن که وسیله مشروع دارن. وسیله مشروع کدام یکی است؟ درس میخونه، حاضری خوب میداشته باشه، روزانه درس تکرار میکنه، خوب همه چیزا را داره. این حالی ای شاگرد خود استاد برش وقتی که در امتحان دید پارچه بسیار خوبش، حاضری بسیار خوبش، کارخانگیش بسیار خوبش، خلاص استاد برش 100 نمره میته، النوز میگه برو 100 نمره با آفرین. یک شاگرد دیگه هست دواده درس غیر حاضر است، در دالیزا میگرده. اگر آمدم ناوقت میایه، اگر 6 تا استاد که سهل میکنه 15 دفعه فاجعه میکشه. استاد میگه چه بلاست، چه بلا شاگرد است. اول خود نمی، باز که آمدی تق 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 ناوقت می، باز که ناوقت آمدی باز جایت که شیشتی باز 16 دفعه دستایت بالا میکنی و شخیایت مشترککار که از غنداق خواز میکنه، نه باز شخیای خودت یک قسم میکنه یا مشترککار شخیای خود پیش روی استاد میکشه. شخیایت دو بیرون دارن، اولی خوب یک چند خیزک بزن باز به اینجا. این حال اینی شاگرد باز وقت امتحان که شد، باز وسیله غیر مشروع از چی هست؟ بازی میره یک کس واسطه پیش میکنه، بازی میره که صاحب همین ناکام مانده، میره یک چند نمره یک بتین، همین بیچاره چطور است، همین چنان است. این حال در دنیا هم وسیله مشروع هست و غیر مشروع، در آخرت هم وسیله مشروع هست و وسیله غیر مشروع هست. وسیله تشریعی مشروع همی است که
آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعمال صالحی خود انسان و وسیله غیر مشروعی است که باز انسان عمل نیک نمیکنه، عمل نیک نمیکنه، با این امیدواری میکنن در آخرت که باز. حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که شفاعت میکنه، شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم مقید است. پیغمبر حق نداره که با یک مشرک شفاعت بکنه. پیغمبر حق نداره برای یک انسان بیدینی که الله از او راضی نباشه شفاعت کنه. الله برش تعیین میکنه برای شفاعت کرده میتونه، برای شفاعت کرده میتونه، برای کرده میتونی، اما به هر کس شفاعت کرده نمیتونه. پس انسان ایمان، اعمال صالحه، تواصی بالحق و تواصی بالصبر داشته باشه و در پالوی ازی بیاز امیدوار شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم باشه. امیر الله متعال میگه که یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب و یرجون رحمته. باز اینمی انسان مؤمنه که وسیله مثبت میگیره، قلب از دو چیز داره. او دو چیز چی است؟ خوف و رجا هست. سیکو یرجون رحمته، به رحمت الله امیدوار می باشه، و یخافون عذابه، از عذاب الله، از عدالت الهی می ترسن. یعنی قلب انسان همیشه می قسم باشه. عمر رضی الله تعالی عنه چی میگه؟ اگر از آسمان صدا شود که کل مردم در دوزخ برن، یک نفر در جنت بره، میگه من امید دارم امین نفر ما باشم. و اگر صدا شود که کل مردم در جنت بره، یک نفر در دوزخ میره، من میترسم امین دوزخی من نباشم. اینجا قلب مسلمان بین چی است؟ خوف و رجا. اعمال صالحه میکنه. الله متعال میگه بنده های حقیقی چی هستن؟ یدعون یعبدون الله بكل ما امروا و ینهون انفسهم عما نهوا. و بعد از چی میکنن؟ باز یرجون رحمته، باز امید به رحمت الله می داشته باشه، از عذابش میترسه. این عذاب ربک کان محذورا. میگه عذاب الله عذاب است که باید از او در خوف و ترس، در حذر باشی، خود در امن فکر نکنی. همین کسایی که بسیار ادعای دینداری میکنن، بسیار غرور میکنن، نمیترسن، یک وقت شکست میخورن. شیطان میگه برو تو دیگه جنتیستی، خلاص هستی، تو خوب بزرگ شدی، تو خوب بسیار مجاهد هستی، تو خوب بسیار قهرمان هستی، تو خوب بسیار فامیده هستی، تو خوب این قسم شیطان که آورد دیگر از اینه میره ببینی یک عمل میکنه که بیخی از ایمان هم میکشیشه. انسان همیشه باید چی کنه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که اللهم یا مقلب القلوب، ای ذاتی که قلب انسان در تصرف تو هست، بین اصبعین من اصابع الرحمن، بین دو انگشت از انگشتان الله متعال. همون قسم که به ذات الله متعال انگشت‌ها شایسته است، تشبیه نمی‌کنیم با انگشت‌های مخلوق دیگه. هر قسم که خواسته باشین قلب چی میکنه؟ تغییر میده. یک نفر 100 سال کافر میباشه، یک دفعه مسلمان میشه. یک نفر 100 سال مسلمان میباشه، یک دفعه کافر میشه. از این خاطر انسان باید در بین چی باشه؟ خوف و رجا باشه که یا الله به رحمتت امیدوار هستیم و از عذابت میترسیم. دیگه از جمله رجا که هست، امیدواری که هست، علامه رازی چی میگه؟ میگه رجا بدون خوف حاصل نمیگردد. اگر کس فکر میکنه که ما امیدوار هستم خوف ندارم، میگه هیچی حاصل نمیشه. همچنان که خوف بدون رجا حاصل نمیگردد، زیرا هر دویشان با هم لازم و ملزوم است. خوف بدون رجا حاصل نمیشه، رجا بدون خوف. و قول علامه ابن قیم ما شما خوانده بودیم که میگه که انسان مؤمن مثل پرنده است که سرش محبت، یک بالش خوف و بال دیگهش رجا. این حال پرنده اگه سرش هم قطع شد و پرواز کرده نمیتونه، اگه یک بالش هم قطع کنی پرواز نمیکنه، اگه بال دیگهش هم قطع کنی. پس باید پرنده همین سه چیز داشته باشه که پرواز بکنه. قلب انسان مؤمن وقتی که به طرف الله پرواز میکنه باید چی باشه؟
در وقت عبادات خود، در طاعت خود با محبت عبادت بکنه، امیدوار رحمتش باشه، غفور است، رحیم است، تواب است، غفار است، یاد قلبش باشه که بله من خالق است کوره دوست دارم، ربم است، رب العالمین است، نعمتهای بسیار بر من داده. هیچ کس دوستیش با دوستی الله مشابه نیست. اما پدرت هم که اگه بسیار مهربان است، اگه برش 5 دانه چشم برش بگذاری بگی امیر تقسیم که تو بچه‌ت، بچه خودم اگه بچه من چشما رو خیلی 3 دانه است ها، برو 2 تاش من میگیرم تو خود جوان هستی، یکی بسته. اما الله متعال است که نعمتهای خود به اندازه بر مردم میته. صحیح نه؟ اون روز یک کسی گفت میگه قلب فلانی نفر عملیات کردن، یک عملیات قلبش $50,000 شد در کشور اروپایی. والله متعال بر تو قلب اوریجینال داده که خبر نداری. ها؟ در وجود 5 لیتر 6 لیتر خون است و این هر لیتر از این چقدر قیمت داره. کچالو میخوری، بامیه میخوری، فاصلیه میخوری، نان خوش میخوری، لکن وجود تو در مغز استخوان تو خون تولید میشه، فابریکه هست. هیچ نیاز نداری که خون از بیرون بخری. این یک عوض الحمدلله الله متعال چقدر یار بر ما خلق کرده، با وجود از هم چقدر مردم به مشکل است. اگر خون به پیسه می بود چی میشد؟ باز میگم دریای خون هم که است در فرانسه است. فرانسه هم دشمنت یک دفعه بایکات میکرد، خون رایی نمیکرد. داخل وجود هر کس سیل کنی، بدرونت چشار میمنه است. داخل وجودت میگه مثل شهر میمنه وارست، قصر شیرین و ملک فرهاد است. در داخل وجودت چندین فابریکه هست، فابریکه گوشت سازی، فابریکه گوشت سازی نه، گوشت می سازن، فابریکه خون سازی، فابریکه ناخون سازی، فابریکه برود سازی، کم کده میره آمده میره، فابریکه ریش سازی، فابریکه موی سازی، فابریکه برود سازی، ابرو سازی. چند فابریکه است در وجود انسان. فابریکه تصفیه کاری، شیر سفید میخوری خون سرخ، یعنی چندین فابریکه است که انسان ایچی است. و یرجون رحمته، باز انسان مسلمان میگه یا الله تو ذات رحمان هستی، نعمت ها رو بر ما دادی، هم یک نعمت دیگه هم که در آخرت جنت است همین رو هم بتی بس ماست. همین نعمت هم بر ما بدی یا الله بس ماست. و یخافون، باز چی میشه همین انسان مسلمان؟ باز از عذاب الله میترسه. پس این هست صفت یک مؤمن مسلمان واقعی. بخش دوم رجای طبیعی هست. امیدواری طبیعی چی قسم است؟ که انسان طبیعتاً در عالم اسباب امیدوار به اشخاص می باشه. مثلا ما وقتی که ضرورت می داشته باشیم امیدوار هستیم. من امید دارم که قاری صاحب صبا چاشتکی مرا میمان کنه، امید است دیگه. این رجا یا امید طبیعی است. پس رجای طبیعی چی است؟ که طبیعتاً انسان امیدوار به یک کس می باشه، به چیزی که امکاناتش پیش از او باشه. این باز گناه نداره. بخش سوم رجای غیر مشروع هست، امیدواری ناروا هست. این دو قسم است. یک قسمش رجای از مخلوق است که رجای شرکی میگن، از الله نمیخواه، از مخلوق میخواه. او چیزی که باید از الله بخواه او را از مخلوق میخواه. الله متعال میگه ما لکم لا ترجون لله وقارا. نوح علیه السلام بر قوم خود گفت شما چرا از الله نمیترسین و از الله امید نمیکنین؟ الله متعال در سوره یونس علیه السلام در آیت 7 إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ان الذين یقینا کسانی که لا یرجون امید ندارن لقاءنا ملاقات ما را، این انسان های مشرک بیدین هستند
کیا امیدوار ملاقات الله نیستن. چی صفت دارن اینا؟ ورضوا بالحیات الدنیا، یا فقط دمی زندگی دنیا راضی شدن، بس از همین دنیا دیگه آخرت کار ندارن. و اطمئنوا بها، و به زندگی دنیا بسیار مطمئن شدن و قلبشان به این بسیار اطمینان حاصل کرد. والذین هم عن آیاتنا غافلون، و کسانی که از آیات ما، دلایل قدرت الله چی هستن؟ غافل هستن. اولئک مأواهم النار، اینی مردم هستن که جایگاهشان نار، آتش دوزخ است. بما کانوا یکسبون، به سبب چیزی که خود از اینا کسب کردن، خودشان اختیار کردن. حال وقتی که دوزخ یک نفر خودش اختیار کرد، خلاص دیگه دوزخی است. دیگه قسمش از امیدواری که است، این امیدواری جاهلانه هست. یکی شرکی هست، یکی جاهلانه. جاهلانه چه قسم است؟ جاهلانه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه میگه، علامه حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه میگه، و اما من انحمک علی المعصیة راجیا عدم المؤاخذة بغیر ندم ولا اقلاع فهذا فی غرور. میگه یک نفر گناه میکنه، خود در گناه ها غرق ساخته، با وجود از که گناه میکنه بازی امیدوار چی است که من مؤاخذه نمیشم. گناه میکنه و میگه هیچ مؤاخذه نمیشم و پشیمانی هم نمیکنه، این گناه را ترک هم نمیکنه. میگه اینمی انسان شیطان مغرور ساخته. یگان تا میگه برو الله لک بخش است، صحیح؟ اینالی ایر شیطان غرقش کرده. چطور لک بخش است الله متعال؟ الله متعال ذات عادل است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. الله متعال میگه من ذره ذره محاسبه میکنم. عدالت الهی هست. اینالی انسان چی میکنه؟ خود فریب میده. اینی را رجای چی میگه؟ جاهلانه میگه، جاهل است. بسیاری وقتا شیطان اینم تو انسان دی بلاها مبتلا میکنه. بخش چهارمش رجای لغوی هست که در لغت استعمال میشه به معنای مختلف. مثلا به معنای طرف استعمال میشه. والملک علی ارجائها، میگه ملائکه در اطراف آسمان ها می باشه. اینجا رجا به معنای چی است؟ ارجا به معنای اطراف. قالوا ارجه و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین. اینجا ارجه به معنای احبس. فرعون گفت که موسی علیه السلام کتی بیادرش حبس کنین. اینجا به معنای لغوی حبس آمده. به معنای ترک میایه، ترجی من تشاء منهم، یا تأخیر. بعضی از اینا را ترک میکنی و اینا را تأخیر میکنی. اینجا به معنای چی است؟ به معنای تأخیر است. ما چی کار کنیم که رجای حقیقی توحیدی حاصل ما شود؟ اینا علامه ابن قیم رحمت الله علیه میگه اگر شما میخواین که رجای حقیقی نصیبتان شود، چی کنین؟ نامهای بر و تواب الله متعال و رحمان رحیم الله را خوب معرفت حاصل کنین. بفهمی که الله بسیار مهربان است، بسیار بخشاینده است، بسیار تواب است. وقتی که این نامهای الله در قلب تو خوب جای گرفت، اینجا بر تو چی حاصل میشه؟ قوت الرجا. میگه قوت الرجا که است علی حسب قوت المعرفت بالله و اسمائه و صفاته. هر قدر که اسما و صفات الله را خوب شناختی، به مو اندازه امیدوار بیشتر میباشی به رحمت الله. منافع این رجا چی هست؟ منافع از این رجا چی است؟ یکی از منفعتش چی است که انسان مسلمان که در قلبش خوف و رجا بود، این خوب عبادت الله را میکنه. چرا؟ رجای حقیقی قلبی سبب از این میشه که اعضای بدن به حکم الله، به طاعت الله مشغول شوند.
و رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه دعا میکرد. چی میگه؟ اللهم رحمتک ارجو، یا الله ما امیدوار رحمت تو هستم. فلا تکلنی الی نفسی ولا الی احد من خلقک طرفة عین، یا الله مرا به خودم و با یک مخلوق دیگری به اندازه یک پلک زدن هم به یا مگذار. این دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. والله متعال میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، بهترین اسوه‌تان کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به رحمت الله چی بود؟ امیدوار بود که انسان مسلمان باید به رحمت الله امیدوار باشه. علما میگن که چی فرق از بین رجا و تمنا؟ یکی رجاست، امیدواری هست، یکی تمنا هست. رجایی است که انسان مسلمان در دنیا اعمال نیک میکنه و امیدوار می باشه که اینمی عمل مرا الله متعال قبول بکنه. این رجا میگن، رجای خوب در دنیا. رجای خوب دیگه چی است؟ که انسان اگر معصیت کرد، اشتباهی کرد، باز هم امیدوار می باشه که الله متعال توبه مرا قبول بکنه. توبه میکنه و رجوع میکنه و میگه انشاءالله که الله مرا همین گناه مرا ببخشه. در وقت اطاعت امیدوار قبولی است و در وقت اشتباه و غلطی امیدوار بخشش و مغفرت است. حافظ ابن حجر عسقلانی چی میگه؟ ان من وقع منه تقصیر فلیحسن ظنه بالله. اگر یک غلطی که از پیش شما شد، به الله گمان نیک داشته باشین و امیدوار باشی که چی کنی؟ گناه مرا الله محو کنه و طاعت مرا الله متعال چی کنه؟ قبول بکنه. ابی عثمان جیزی یک عالم هستی چی میگه؟ میگه علامت سعادت و نیکبختی انسان چی هست؟ میگه ای است که ان تطیع و تخاف ان لا تقبله. نیکبخت وقتی هستی، با سعادتمند وقتی هستی که اطاعت الله را بکنی لکن بترسی که قبول نشه. بترسی که قبول نشه. و علامت بدبختی انسان میگه خیشیست و من علامت الشقای ان تعصی و ترجو ان تنجو، که معصیت بکنی باز بگی که والا من نجات پیدا میکنم. این صفت انسانای بدبخت است. انسان نیکبخت اطاعت میکنه لکن از عدم قبولیش میترسه. انسان بدبخت گناه میکنه و باز امیدوار چی هست؟ برو بخشیده میشه. قسم دوم تمنا هست. تمنا چه قسم است؟ تمنا غالبا با لفظ یا لیته استعمال میشه، هم در دنیا هم در آخرت. یا لیته کاش که، ای کاش. و لیته که استعمال میشه همیشه از نگاه قاعده نحوی، یکی لیته است یکی لعله. میگه لیته به کاری هست که او امکاناتش وجود نداره. حتی علمای نحو میگه وقتی که لیته استعمال میشه خودش میفهمه که این کار ممکن نیست لکن استعمال میکنه. یک استعمال احمقانه است که بعضی احمقا و بیدینا در دنیا استعمال میکنن و همیشه انسانای بیدین در آخرت استعمال میکنن. مثلا چی؟ مثلا وقتی که یک تعداد مردم مالهای قارون دید، در سوره قصص آیت 79 قال الذين يريدون الحياة الدنيا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. گفتن کاش که ما مت پیسه می داشتیم مثل کی واره؟ قارون واره. در حالی که می فهمیدن که یک پیسه امکان نداره که داشته باشی، لیتر استعمال کردن.
و در روز آخرت از اینا چه قسم است؟ قاری صاحب بخوانه سوره فرقان آیت 27. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. و یوم یعض الظالم، و روز قیامت کدام روزی است که یعض دندان میگیره؟ الظالم و ظالم انسانی که در بالای خود ظلم کرده. ای چی میکنه؟ میگه یعض الظالم علی یدیه، دندان میگیره این ظالم دستای خوده. شما بعضی اوقات دیده باشین یک نفری که بسیار در حالت سخت که قرار بگیره، بسیار وضعیتش خراب باشه، دیگه از دست جگرخونی دستای خود کاش چی کار نمیکنه. الله متعال میگه اینمی انسان در روز قیامت چی میکنه؟ انسان بیدین دستای خدا چی میگیره؟ از حسرت و از پشیمانی و ندامت دندان میگیره. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا الله کاش رهبر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار میدادم. من خود رفتم رهبرای شرقی و غربی و شمالی و جنوبی رهبر گرفتم تبایم که یا لیتنی اتخذت مع الرسول، یا ای کاش افسوس که من میگرفتم امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم سبیل را، کاش کمی راه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگرفتم، با راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم میبودم. ای چی کرده؟ ای در دنیا بسیار مردمای بیدین و گمراه را دوست و اندیوال خود گرفتن. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش که ما فلان شخص دوست خود نمی گرفتم، کاش که اینی شخص ما دوست خود نمی گرفتم. چرا اکثرا کسایی را که گمراه می سازه، بیدین می سازه، مرتد می سازه، کافر می سازه، کی می سازه؟ امی دوستش می سازه. اینمی دنیا را میگه، اینمی دنیا را میگه که ای در آخرت وقتی که شخص میشه، ای از امی دوستای غلطی که اختیار کرده از ای اظهار پشیمانی میکنه که کاش که ما فلانی شخص دوست خود نمیگرفتم. اینمی دوستم یک روز مرا سیگرت داد، یک روز برم نسوار داد، یک روز برم چرس داد، یک روز برم شراب داد، یک روز برم فیلم آورد، یک روز برم فیلم خراب آورد، یک روز سرم چشمک کرد، یک روزی کرد، یک روزو کرد. این آیسته 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 اینمی دوست مرا در هلاکت انداخت. الله میگه که این مردم ها کسی این امیدها و افسوس گفتنها و کاشی گفتنها کی است؟ انسانای کافر بیدین است. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ما فلان شخص دوست خود نمیگرفتم. لقد اضلنی عن الذکر، اینمی بود که مرا از یاد الله غافل ساخت. اینی مرا گمراه ساخت. می دوست من میخواستم نماز بخوانم، ای گفت تو بیشی خیر است، باز میریم میخوانیم، مال خیر است. یک وقت نماز نخواندی چی شد؟ برو باز میخوانیم. فهمیدی یعنی؟ بیا این گناه را میکنیم، باز میگه برو خیر است، گناه میکنیم، باز توبه میکنیم، خیر است. این کار کی میکنه؟ اکثرا امی دوستش میکنه. بازی میگه که لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بعد از اینکه من فهمیدم، علم حاصل کردم، از آخرت خبر داشتم که روز قیامت است، سوال است، جواب است، از ذره ذره اعمال محاسبه میشه. لکن اینمی نفر مرا چی کرد؟ از یاد الله بعد از اینکه خوب کتاب الله و سنت رسول الله آمده بود صلی الله علیه و سلم، این مرا گمراه کرد. و کان الشیطان للانسان خذولا، و شیطان کس چی میخواه؟ انسان رسوا میکنه. باز شیطان همونجا هم کس میگه لودم من غرضت گفتم، من یک چیزی آدم یک وسوسه کردم بودم، یک وسوسه من تو رفتی راه حق موندی. خب این چی هست؟ این مشکل انسان‌های بیدین است که باز در روز قیامت وقتی که پشیمان میشه باز میرن میگن. در سوره حاقه آیت 25: و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه
ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. در این آیت شریف الله متعال چی میگه؟ میگه در روز قیامت که هست برای هر کسی دفتر اعمالش برش داده میشه، یا به دست راستش داده میشه یا به دست چپش. نتایجش، پارچش، اعمال نامش، شهادت نامش در روز قیامت توزیع میشه. و اما من اوتی کتابه بشماله، هر کسی که بازی دفتر اعمالش به دست چپش داده شود، باز این انسان چی میگه؟ فیقولو، باز میگه یا لیتنی، ای کاش لم اوت کتابیه، کاش که برای من می دفتر اعمال داده نمیشه. ولم ادری ما حسابیه، کاش که نمیفهمیدم که حساب ما چی است. یا لیتها، باز میگه ای کاش، ای افسوس، کانت القاضیه، کاش که همین مرگ فیصله کننده می بود که میمردی، اما قصه که ما فکر میکردیم اما تو خاک میشیدی دیگه، پس زنده نمیشیدی، پس دیگه حساب کتاب نمی بود. این دیگه در حالت پشیمانی و حسرت و ندامت است. چی میگه؟ ما اغنا عنی مالیه، من چقدر پشت مال تا بالا دویدم، حلال پیدا کو، حرام پیدا کو، از این طرف پیدا کو، از خارجی پیدا کو، از داخلی پیدا کو، از اختطاف پیدا کو، از رشوت پیدا کو، از فروختن چیزای حرام پیدا کو. مقصد لکن ما اغنا عنی مالی، این مالی که من داشتم هیچ برای من فایده نکرد. چقدر گشتم که من قدرتمند شوم، صاحب قدرت شوم. هلک عنی سلطانیه، او سلطنت و قدرت و صلاحیت که داشتم هم از پیش من چی شد؟ نابود شد، هلاک شد. دی وقتی که باز پشیمانی میکنه به دردش میخوره؟ نه، خذوه و امر میشه که بگیرین ایره. حال آمدی پشیمانی میکنی، حال آمدی پشیمانی میکنی. در دنیا که برات گفته میشد، باز دیگه کامنتایت شروع کرده میرفتی که نشنوین، که غلط میگن، که وشکو گپای زیاره قبول نکنین. خذوه، بگیرینش. فغلوه، اغلال چی را میگن؟ زنجیرهای آتشی را میگن. فغلوه، باز زنجیرهای آتشی را بسته کنین. ثم الجحیم صلوه، باز داخل آتش جهنمی را کنین. ثم بازم آتش دوزخ هم فی سلسلت، در یک زنجیر بستهش کنین که ذرعها 70 ذراعا، که طول از او 70 متر هست. فسلکوه را خوب شخ بسته کنین که دموجا اگه کم از کی طرف بده و بازم شمالک میشه، کم تو شخ بسته باشه که هیچ خدا چیز نکنه. این چی کرده بود؟ این حالت کدام انسان است؟ انه کان لا یؤمن بالله العظیم، با الله با عظمت ایمان نداشت. عقل خود از الله کده، از کتاب الله کده، عقل خود بیشتر ترجیح میداد، یا حس خود بیشتر ترجیح میداد، یا قوم خود، یا زبان خود، یا نجات خود. الله برش میگه فی مخالفت میکرد. لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. سعی کن اینجا تشویق نمیکرد به طعام دادن مسکین. میگه اگر یک کس فقیر است، یک مسکین دید، باید چی کنه؟ یک کس دیگه که امکانات داره او رو تشویق کنه که میره کمک کن. این حالت او خود از او پیسدار چی خواد بود. یعنی این حتی تشویق به طعام دادن مسکین نمیکرد. فلیس له اليوم ها هنا حمیم، امروز بر از او دیگه هیچ دوست نیست. او دوستایی که گرفته بود و کلش دوستیشان قطع شد. ولا طعام الا من غسلین، بر از این طعام هم داده نمیشه مگر از چی؟ از غسلین.
غسلین چرا میگه؟ اما آبی که از زخمهای دوزخی ها بیرون میشه. لا یأکله، اینه نمیخوره الا الخاطئون، مگر اینمی انسانهای گناهکار و خطاکار. پس اینجا چی هست؟ اینی آرزوهای غلط است که انسانهای بیدین چی میکنن؟ برای خود توقع میکنن. در سوره الفجر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اینجا الله متعال میگه که وجاء و بیاید در روز قیامت ربک پروردگارتان. چه قسم الله بیاید؟ با مو شکلی که به جلال و عظمت الله شایسته هست. سیر تشبیه با آمدن مخلوق نمی کنیم. والملک و همه قسم ملائکه بیاین. ملائکه چه قسم میاین؟ صفا صفا، مثل صفای نماز واره که ما شما می باشیم، ملائکه همه قسم در صفها در روز قیامت میاین. کلش منتظر حکم الله هستن. کی به جنت ببر، کی به دوزخ ببر، کی زنجیر پیچ کو، کی عذاب بده، این ملائکه الله استاده هستند. و چی یومئذ به جهنم، اینمی روز میگه دوزخ هم پیش آورده میشه. یومئذ روز قیامت چه قسم روز است؟ یتذکر الانسان، و ات روز است که انسان به یاد میاره و ان له الذکرى، که او چی فایده گرفته از امی درس ها و از امی نصیحت ها. هر آیت قرآن یک درس است، هر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یک درس است. اونجا باز یادش میاد که من از امی چی فایده گرفتم یا نگرفتم. وقتی که کل ازی به یادش آمد، باز انسانهای بیدین چی میگن؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش من یک چیز تقدیم میکردم برای زندگیم. چرا اینجا زندگی میگه لحیاتی؟ وقتی که میبینه که اصل زندگی خود زندگی آخرت است که ختم نمیشه. اصل زندگی همی هست. من خب کل زحمت من با چی کشیدم بر دنیایی که خودم خوب میفهمیدم که روز میمرم و این میراث میمانه بر اولادایم، میراث میمانه برای دیگران. بر از او زیاد زحمت کشیدم، اما برای زندگی حقیقی من هیچ چیز پیش نکردم. یعنی اینجا الله متعال میگه متوجه باشین که اصل حیات زندگی که زندگی کجا هست؟ زندگی آخرت هست. اینجا توجه داشته باش، اینجا زحمت بکش. اما انسان بیدین که است در اینجا غافل می باشه، در اینجا متکبر می باشه، در اینجا غرور میکنه. باز در اونجا که چی میگه؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، باز آیا ای کاش گفتن اونجا باز به دردش میخوره. کاش که می دا کار کردیم، کاش که می مثلا در آخرت ده پاره، کاش که دخبل ده اصلی جواندانه ده پاره می کردیم. افسوس افسوس، بیاده هیچ گته ورته نشده، هیچ. فیومئذ لا یعذب عذابه احد، پس در این روز عذاب داده نمیشه. عذابه مثل عذاب ازیور احد، هیچ کس مثل ازیور عذاب داده نمیشه.
چرا این انسان برش الله متعال کل نعمت ها را داده بود، اگر از حس خود استفاده میکرد، برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. اگر از عقل خود استفاده میکرد که آسمان های زمینی مخلوقات یا همون بیفایده و ساده خلق شدن، نه، اگر از عقل خودم استفاده میکرد عقلش برش میگفت، اگر از علم خود استفاده میکرد، اگر در میکروسکوپ هم سهل میکرد میدید که مخلوقات کوچک اینی ها به ما که وقت میخوریم هیچ چیز بر ما معلوم نمیشه، اما اگر زیر میکروسکوپ بانی باز باید میگه که سید در بین این پیالیت 4-5 تا میکروب افتادگی هست، ویروس هست. این ویروسکای خورد که ما بچه‌شم نمیبینه، میگه آی این توالد دارن، تناسل دارن، تکاثر دارن. پس این خالقی که موجودات کوچک خلق کرده و این خالقی که وقتی در تلسکوپ سیل کنی که مخلوقات بزرگی را سیارات هست که از زمین کده 100 چند و 200 چند و 1000 چند بزرگ هستن. پس این باز غفلت میکنه در پالوی ازی که الله متعال بر انسان حس داد، عقل داد، نعمت ها را داد، در پالوی ازی الله متعال برات قرآن عظیم الشان نعمت بسیار بزرگ بر تو نصیب کرد، پیغمبر بسیار مهربان نصیب کرد براتون، احادیث زیبای رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیب کرد که هر کدامش تو را به طرف جنت میبره. هر حدیث، هر آیت که خوانده میری و عمل کرده میری، این راه چی بر تو چی میکنه؟ راه جنت باز کرده میره. لکن این شخص همه یزیره با تفاوتی نظر کرد. الله متعال میگه فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، ولا یوثق و بسته نمیشه وثاقه، به او قیدی که بسته میشه هیچ کس دیگه مثل از این در قید شخ بسته نمیشه. این انسان غافله که تمام نعمت های الله برش بود لکن با وجود از این همین راه گمراهی را اختیار کرد. اما در مقابلش یا ایتها النفس المطمئنه، الله متعال برای مسلمان های حقیقیش میگه که ای نفس با اطمینان، چه قسم که تو در زندگی دنیا از این نعمتهای الله استفاده کردی و راه حق اختیار کردی، ارجع الی ربک، امروز در روز قیامت برو به طرف پروردگارت راضیتا، که تو از الله راضی باشی. الله این نعمتها را برات بده که تو راضی شوی دیگه، مرضیتا و الله هم از تو راضی باشه، و الله هم از تو راضی باشه و تو را راضی بسازه. الله متعال باش میگه فادخلی فی عبادی، برو داخل شو در بین نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین، برو همراه پیغمبران، همون طرفی که وا میرن طرف جنت تو هم برو، و دخلی جنتی و داخل شو به جنت الله. اینالی الله متعال قرآن بر زمین بر ما و شما داده که ما و شما چی کنیم؟ از قرآن عظیم شان استفاده بکنیم. اینالی اونجا به یاد خود میگه که من از چی درس گرفتم، برای من چی فایده کرد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.